این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش بر مدار باد. چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد. تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالیه دارالقرار باد. دارالعلوم عالیه دارالقرار باد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. در ادامه بیان صفات ذاتی خداوند تبارک و تعالی، امروز برخی دیگه از صفتهای ذاتی او تعالی را که به ضد او متصف نمی باشه، ضد صفتها عیب می باشه و لازمه که خداوند تبارک و تعالی از او منزه و مقدس شمرده باشه، می پردازیم. در حالی که این صفتها را حضرات علماء اهل سنت و الجماعت رحمهم الله در کتابهای مشهور عقاید ذکر نکرده و پیشتر هم بیان کرده بودیم که ذکر آنها چند صفته را به این معنی نیست که خداوند تبارک و تعالی فقط دارای همین قدر صفات ذاتیه و دیگر صفت ذاتی از برای او نمی باشه، بلکه غیر متناهی صفتهای ذاتی داره خداوند تبارک و تعالی که به اعتبار ذات پروردگار که غیر متناهی می باشه، محدود نمی باشه، صفتهای ذاتی او هم محدود و متناهی نیست. از او جمله می باشه صفت بقا که خداوند تبارک و تعالی باقیه. گاهی اوقات به ابتدای خود و عنوان بعضی از نامه ها و بعضی از خود کاغذ ها نوشته میکنه هو الباقی. صفت بقا خاص مختص به او تعالی، چنانچه که پروردگار خود او میفرماید کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. هر چیز دیگه که هسته به جز خداوند تبارک و تعالی فناپذیر می باشه، یک روز نیست میشه از این دنیا و رخت بر می بنده، بلکه عالم همگی رخت بر می بنده. و یبقى وجه ربک، ذات پروردگار تو باقی میمانه. پس بقا صفت ذاتی پروردگار. ضد بقا که عبارت می باشه از فنا، نیستی، او با خداوند تبارک و تعالی راه نداره. کل شیء هالک الا وجهه، هر چیز هلاکت داره، هر چیز فنا داره و جز ذات پروردگار. خب بقا چی هست؟ استمرار الوجود، همی که وجود یک شیء مستمر باشه، دوامدار باشه، بالکل ابدیت داشته باشه، مرحله اخیر از برای او نباشه، نسبت به پروردگار میگیم. این عبارت از بقا، یعنی لا فنا علیه، فنای از برای او نبودن. پس ضد بقا فنای که فنا از برای خداوند تبارک و تعالی نمی باشه. چرا؟ زیرا حضرات متکلمین و اهل عقاید از اهل السنت والجماعه رحمهم الله میفرمایند که فنا چیزی میتونه داشته باشه که وجود او از خود او نباشه.
وجود او برگرفته از دیگری باشد. نور زمین بعد از غروب خورشید فنا از بر از او پیش میشه. چرا؟ به خاطری که نور زمین ذاتی زمین نبوده، از ذات زمین نبود. نور خود مهتاب او از ذات او نمی باشد. به اساس تابش خورشید در یک قسمت از خود مهتاب او یک نورانیت پیدا میشه به مهتاب. اما هر کاری که همو قسمت مهتاب، همو قسمت زمین از خود روبرویی به همراه آفتاب دور بشه، میبینیم که همو قسمت تیره و تاره. هرچه که وجود پروردگار می باشه او از ذات پروردگاره، بلکه برخی از حضرات علما رحمهم الله میفرمایند عین ذات پروردگاره. وجود پروردگار عین ذات پروردگار، عین ذات پروردگار از خود پروردگار نشأت میگیره. این وجود ذات او باقی، پس وجود او هم باقی. وجود او مرهون کسی نیست که کسی دیگه به او وجود بخشیده باشه، طاری باشه، عارضی باشه. برای چیزی که عارضی هست او فنا داره. وجود خداوند عارضی نیست، از کسی گرفته نشده، بلکه ذاتی پروردگار، عین پروردگار و از ذات پروردگار می باشه. از این جهت باقی می باشه خداوند تبارک و تعالی، جاودانه می باشه خداوند تبارک و تعالی. صفت دیگری که حضرات علما رحمهم الله اهل سنت والجماعت بیان فرمودن ذاتی پروردگار، او قدم می باشه. خداوند قدیمه. قدیم یعنی چه؟ یعنی لا اول له ولا آخر له، هو الاول والآخر والظاهر والباطن. خداوند تبارک و تعالی اول هر چیزه، یعنی وجود خدا به هر چیز میبخشه، اولیت خدا به هر چیز میبخشه. لا اول له، از برای او اول نیه که پیشتر نبوده باشه، باز بدایت و ابتدای از برای او باشه. والآخر، آخر هر چیز پروردگاره. هر چیز فانی میشه، آخر چیزها که دیگه چیز باقی نمیمانه او پروردگار میباشه. وارث آسمان ها و زمین پروردگاره، همگی از بین میره. هو الاخر. پس معنای قدیم یعنی هو الاول والآخر. معنای قدیم به معنای لا بدایت له ولا نهایت له، نه ابتدای از برای او می باشه و نه نهایت و آخر از برای پروردگار می باشه. جمهور اهل سنت، اکثر اهل سنت والجماعه رحمهم الله به همی باور می باشه که قدامت و قدمت و قدم این صفت ذاتی پروردگار، اول و آخر نداره پروردگار، بدایت و نهایت نداره. ولیکن ابن حزم ظاهری یکی از خود علما می باشه، او و اکثرا ظاهریه به کلام او تشبث میکنند و گفته او را میپذیرند. او میگه که قدم صفت ذاتی پروردگار نیه، زیرا قدم یعنی چه؟ یعنی تقدم بر یک چیز. هر چیزی که از یک چیز دیگه پیشتر باشه او میشه قدیم، او صاحب قدم، پس مختص به ذات پروردگار نشد. لحاظا اسم قدیم بر خداوند تبارک و تعالی اطلاق نمیشه. ولیکن علامه علی قاری هروی رحمه الله رد میکنه بر او، میفرمایه که گفته ابن حزم ظاهری صحیح نیست. قدیم اسم ذاتی پروردگاره، قدم صفت ذاتی پروردگاره. درسته که قدم به معنای متقدم، یعنی قدیم یعنی متقدم، جلو باشنده از هر چیز، پیشتر باشنده از یک چیز. لیکن نسبت به خدا پیشتر باشنده بر هر چیز،
از هر چیز دیگه که به تصور ما و شما میرسه خداوند پیشتره. به معنی لا اول له. هر چیز در این دنیا عالم خود از اول از براز می باشه، خداوند لا اول له، پس پیشتر از عالم بوده، از تمام عالم پیشتر او می باشه، قدیم نه. پس المتقدم علی کل شیء، بر هر چیز جلو باشنده. او فقط مختص به ذات خداوند تبارک و تعالی از هر چیز جلوتر بوده، پیشتر بوده. هیچ چیز رو نمیتونیم سراغ بکنیم که از خداوند پیشتر بوده باشه. و این صفت یعنی قدامت و قدم و قدیم بودن برمیگرده به صفت سلبی، یعنی صفت سلبی خداوند تبارک و تعالی. زیرا جناب حضرت علامه علی قاری هروی رحمه الله تعریف حضور به این ترتیب کردن که لا اول له ولا آخر له، لا بدایت له ولا نهایت له. همین تعریف قدیمه و او چیزی که عدم سابقه داشته باشه و یا بعداً بالای از او عدم بیایه، او متصف به صفت قدم نمیشه. ما و شما قدیم گفته نمیشیم، زیرا اول هم نبودیم، یعنی از خود که به اصطلاح از برای ما اول نباشه و بعداً همینطور نیه که مستمر الوجود باشیم و باقی باشیم. چیزی که باقی بود او قدیمه. این دو صفت دیگه که از برای خداوند تبارک و تعالی بیان میکنن حضرات علما و او ذاتی خداوند احاطه. والله بكل شيء محيط قد احاط بكل شيء علما. خداوند بر هر چیز احاطه داره. خداوند محیط می باشه، پس محیط بودن یه اسم ذاتی پروردگاره، احاطه صفت ذاتی پروردگاره. ما و شما بلکه همه عالم محاط می باشیم. خداوند بر ما و شما احاطه داره. بعضی از حضرات علما رحمهم الله ایتو میگن که مراد از احاطه علمیه، ولیکن حضرت مولانا ادریس کندهلوی رحمه الله میفرمایند که نه، احاطه خود از او یک صفت ذاتی، ها یک نوع از او میباشه احاطه علمی. یعنی احاطه علمی که قد احاط بكل شيء علما یک نوع از خود انواع احاطه پروردگار میباشه، اما مطلق صفت احاطه او یک به علم اختصاص نداره. پس خداوند تبارک و تعالی بر عالم، بر مادون خود و غیر خود احاطه داره. چه نوع احاطه؟ والله اعلم. ذهن ما و عقل ما به احاطه پروردگار، به چگونگی احاطه نمیتونه برسه. خیلی مثال های دیگه ما و شما داریم. میگیم که عقل بر معقولات احاطه داره، لیکن نمیتونیم که مشخص بکنیم که چی نوع احاطه. تا به حال کسی نتونسته که مشخص بکنه که احاطه عقل بر معقولات چی احاطه داره. ها یک پیوند داره، یک اتصال و یک خود علاقه و رابطه داره، اما این رابطه چگونه می باشه والله اعلم تا به حال کسی تشخیص نداره. روح به همراه جسد یک احاطه داره، یک علاقه داره، احاطه داره بلکه بر جسد. سراسر جسد روح فرا گرفته، احاطه داره، اما چگونه احاطه والله اعلم. تا به حال کسی نتونسته که اینو تشخیص بده، تعیین بکنه احاطه روح را بر جسد، احاطه عقل را بر خود ذهنیات و بر معقولات. پس وقتی که نسبت با خود بعضی چیزها احاطه حضور گفته نمیتونیم که چگونه، نسبت به احاطه پروردگار تمام عالم را ماسوای خود را چیز تعیین و تشخیص و تحدید کرده نمیتونیم. فقط ایمان داریم به که به کل شیء محیط، به هر چیز خداوند تبارک و تعالی احاطه داره. احاطه علمی داره، احاطه ملکی داره،
احاطه ملکی پادشاهیت داره، احاطه غلبه داره، احاطه مهربانی و عطوفت، احاطه رحمانیت و رحیمیت، هر نوع احاطه که بگیریم در خداوند تبارک و تعالی موجود می باشه. و هرچه که صفت دیگه پروردگاره غنا، ان الله غنی انتم الفقراء الی الله، خداوند در او صفت غناه، یعنی غنی می باشه، صاحب هر چیز می باشه. ضد غنا چیه؟ فقر. خداوند فقیر نیه، ما فقیریم، دنیا فقیر می باشه به طرف پروردگار. همگی به اعتبار وجود، به اعتبار بقا محتاج به پروردگار می باشه. وجود ما محتاج به پروردگار، بقای ما هم محتاج به پروردگار، در هر امر از امورات خود محتاج به پروردگار می باشه. پس چون که به ضد غنا که فقر می باشه متصف نمیشه، لحاظا غنا صفت پروردگاره. ای که تقریبا یک کسی که صاحب هر چیز بود، یک نفری که صاحب ثروت بود، او را غنی میگیم. ثروت‌های معنوی غیر متناهی از برای خداوند تبارک و تعالی بودن، کمالات غیر متناهی از برای پروردگار بودن. او ذات پروردگار این چیز رو تقاضا میکنه، کمال پروردگار این چیز رو تقاضا میکنه. پس چرا امر و نهی میکنه دیگه پروردگار؟ همین که ما و شما به یک کس دستور بدیم همین کار رو بکن، یعنی به اون نیاز داریم. اگر همون چیز نشه یا به ضرر ما، اگر بشه به فایده ما. آیا یعنی امر و نهی با غنا جور در میاد؟ بله. در خود ما و شما پدر چی نیاز داره به تعلم بچه، به سواد آموختن بچه، به علم فرزند خود چی نیاز داره؟ هیچ نیاز نداره. پس ایره که امر میکنه گوشیر میگیره، به مکتب میبره، به مدرسه میبره، به پیش مولی صاحب میبره، تا ای که یک چیز فرا بگیره از سواد و دانش و علم. این نوی خاطر که پدر نیاز داره. از علم فرزند به پدر هیچی نمیرسه که بیا علم او برسه به پدر. اگر او عالم شد پدر عالم بشه، اگر او ثروتمند شد پدر ثروتمند بشه. نه، همونطوری که از مادیات دارای بودن فرزند پدر خود دارا شده نمیتونه، پس از علم فرزند هم پدر عالم نمیشه. پس میبینیم که با وجودی که علم فرزند اینطوریه که به پدر منفعت برسانه، اما میبینیم امر میکنه او را، میگه که برو به مکتب، برو به مدرسه، نهی میکنه او را از بازیگوشی، از فرار از مکتب، از فرار از مدرسه. چرا؟ به خاطر منفعت خود این نفر، خود این فرزند، که آخر باز دست بر سر نزنه، آخر باز پشیمانی نصیب او نشه. اینجا هم پروردگار با ای که غنیه، امر و نهی پروردگار اینطور نیه که با قاتل جلب منفعت به پروردگار باشه. ما ایمان داشته باشیم با خدا چیز فایده برسه، ما نماز بخوانیم با خدا فایده برسه، زکات بدیم با خدا فایده برسه، این کار خوب بکنیم با خدا فایده برسه. اگر نکنیم این کار خوبه، یا ای که خدای نکرده به طرف فسق و فجور و فحشا و معصیت و نافرمانی یک کس برای خلاف دستور خدا را انجام بده، او چیزی را که خدا نهی کرده مخالف او را انجام بده، ای به خدا ضرر برسنه. همگی به خاطر منفعت ما و شما، ضرر از ما و شما خداوند میخواد دور کنه، جهنم را، عذاب عظیم را، میخواد که یک نعمت جاودانگی خداوند تبارک و تعالی به ما و شما ببخشه که جنت های برین می باشه. پس همگی به نفع ما و شما، جلب منفعت و دفع ضرر به خاطر ما و شما، ورنه خداوند غنی از این چیزها. اینطوریه که خداوند کمال نداشته باشه، به اساس این کارهای ما و شما به خداوند کمال حاصل باشه. نه، کمالات در خداوند تبارک و تعالی پر کامل، هیچ کمالی که انتظار او را بکشه
و حال نباشه در خدا نیه، تا ای که به اساس دستور و نهی با ما و شما و خداوند او منفعت برسه، ای که مضرت از خداوند دور بشه. به همین ترتیب یکی از جمله صفات دیگه ذاتی پروردگار احدیت می باشد. قل هو الله احد. احدیت پروردگار در مابین احد و واحد، یعنی یکی احدیت دیگری واحدیت. برخی از حضرات علما رحمهم الله اینطور فرق میکنن که احدیت ذاتی می باشد. وقتی که میگیم خداوند احده، یعنی در ذات هیچ کس با او مشابهت نداره، ثانی از برای خدا نیست. ولم یکن له کفوا احد، از برای او کفو نیست، سیال نیست. احد در ذات خود یگانه می باشه، یکتا می باشه. هرچی که واحدیت او را فی صفات می دانند. در صفات خود واحد لا شریک له، در اسماء خود واحد لا شریک له، در افعال خود واحد لا شریک له، در حکم خود واحد این الحکم الا لله لا شریک له. یک فرقیه که بعض از حضرات علما بیان کردن. بعضی باز اینطور میفرمایند که احد خیلی فراگیرتره از واحد، یعنی یکی از افراد احد واحده. احد خیلی فراگیر. قل هو الله احد، احد می باشه. چرا؟ یک مثال عربی بیان میکنن. نسبت به یک پهلوان گفته میشه که لا یقاومه احد. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس نمیتونه که با این زور آزمایی بکنه. هر کسی که شما تصور بکنید مغلوب او میشه. احد بی معنی، یعنی خیلی فراگیر، هیچ کس با او همسری کرده نمیتونه. مقارنت اسمی، مقارنت ذاتی، همسری اسمی، فعلی، فلان فلان، هیچ کس با او کرده نمیتونه. هرچی که واحده یک کمک پایین تره نسبت به ما و شما. گفته میشه که لا یقاومه واحدون، یک نفر با او نمیتونه بگیره قول، اما دو نفر میتونه قول بگیره، سه نفر میتونه قول بگیره. در کلام عرب هم گفته میشه که لا یقاومه واحد بل اثنان، دو نفر میتونه که قول با او بگیره، یعنی دو نفر اگر بالز حمله بکنه او را میتونه خوب بده. اما احد که میگیم لا یقاومه احد، اونجا باید استثناء کرده نمیتونیم به وسیله بل یقاومه اثنان، این چیز گفته نمیتونه. پس احد خیلی فراگیرتره نسبت به واحد. خب هر ترتیب احدیت صفت ذاتی پروردگار. قل هو الله احد، به اعتبار ذات، به اعتبار صفات، به اعتبار هر نوع کمالات دیگه که شما بگیرین واحد احد، یعنی قرین با اونیه، نزدیک به پروردگار نیه. چه برسه به که همسانی و همسری با پروردگار کرده بتونه. به همین ترتیب صمدیت، قل هو الله احد الله الصمد، صمدیت هم صفت ذاتی پروردگار. صمدیت یعنی چه؟ آقایی، باداری، بینیازی از هر کس و هر کس به او نیازمند بودن. این تقریبا مرکب که او از همه بینیاز و دیگران همگی به او نیازمند. این صفت پروردگار، آقا و بادار همه چیزه، سید همه چیزه. این هم صفت ذاتی پروردگار. الله الصمد. به همین ترتیب می باشه عزت. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. عزت مخالف و مقابل او می باشه ذلت، خاری. در خداوند هیچ چیز موجود نمیشه، ضد او موجود نمیشه. پس عزت از آن خداه. خداوند به رسول خود عزت میبخشه، خداوند به مؤمنین و متقین عزت میبخشه.
تمام عزت هایی که به می صاحبان عزت می باشه یا مادی یا معنوی یا ظاهری یا باطنی، همگی منشأ از او صفت عزت پروردگار می باشه. ولله العزة جمیعا، همگی عزت ها از آن خدایه. خداوند دهنده عزت به یک کس نباشه. پس عزت ضد و ذلت، به هیچ چیز متصف نمیشه خدا، عیب نقص، پس حتما به خود عزت متصف میشه، لحاظ این صفت ذاتی پروردگار. عظمت و هو العلی العظیم، عظمت عظیم ضد حقیره، فلانی خیلی عظیم و شانه، یعنی حقارت به دور پیش او نمیچرخه، زبونی به دور پیش او نمیچرخه، خاری به دور پیش او نمیچرخه. پس عزت ضد او ذلته، عظمت ضد او حقارته. فرق میکنه با هم دیگه. همین که یک نفر میگه حقیر شمرد، چرا؟ به خاطری که پول نداره، به خاطری که امروزه میتونه. کسی که پول نداشت او حقیر تلقی میشه. در نزد اهل معنا کسی که معنا نداشت، کسی که معنویت نداشت او حقیر میباشه. حقیر عند الله میباشه کسی که ایمان نداشت، مهان میباشه و بی مکنت میباشه، بی قدر میباشه در نزد پروردگار. پس عظمت از آن پروردگار، هو العلی العظیم، به ضد او متصف نمیشه. به می ترتیب علو، برتری، بالایی که ضد او میباشه پستی. در خداوند پستی راه نداره. زندگی ما و شما سراسر پستی و گیه بلندی. در میان افراد انسان علو و پستی وجود دارد، دناعت و علو. یک نفر پست دون دیگری کس عالیه. مؤمن طایفه همیشه عالیه. کلمت الله هی العلیا، نام خدا صاحب علو می باشه، ذات خدا صاحب علوه، چیز دیگه بر او علو نداره. زیرا علو بودن ای که ذات خدا بر همگی عالیه، یعنی غالب می باشه. این با صفت دیگه پروردگار غلبه، والله غالب علی امره. خداوند بر امورات خود غلبه داره، بر امورات جهانیان غلبه داره. یعنی کسی سیطره بر خداوند تبارک و تعالی کرده نمیتونه. پس علو متقاضی کیه؟ غلبه. اسم خدا علی، بر اسم خدا کسی غلبه کرده نمیتونه. دین خدا کی؟ علی. الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام بر هر چیز غلبه داره، بر اسلام چیز غالب شده نمیتونه. کف دریا گاهی اوقات بالای دریا میستگه، لیکن کف از بین میره. باطل گاهی اوقات میبینی که شاید یک موجه که بزنه، یه فور فوران داره مثل خلقل دیگ وری، لیکن او کفیه که میره اصل همون شروعیه که به تای دیگ باقی میمانه. او مدار اعتبار. اسلام و مسلمان ها یک نوسانات داره، لیکن اینطور نیه که علو و برتری همیشه از آن باطل باشه. نه، بالکل او علو نمیگه، او فقط فوران و جوش دیگ میگه، بس خلاص همه قدر. کف دریا میگه. مسلمان همیشه آبگیه، دریاه، همیشه غلبه در از او موجود میباشه. به همین ترتیب صفت دیگه پروردگار کبریاییت، کبیر المتعال، صغیر نیه، کوچک نیه. پروردگار ذات خداوند الله اکبر، یعنی اکبر من کل شی. از هر چیزی که شما تصور بکنید ذات پروردگار بزرگتره که به ذهن ما و شما بزرگتر جسمی نه که بزرگی جسمی داشته باشه، نه، بزرگتر تصور او کرده نمیشه که چگونگی بزرگی. هر چیز دیگه به پیش خداوند کوچکه، هر چیز دیگه به پیش خداوند صغیره و
خداوند بر او هر نوع تصرف میکنه. کسی که کلان بود، کسی که کبریاییت در موجود کبیر بود، اکبر بود، پس صاحب احاطه او هست، صاحب غلبه او هست، صاحب علو او هست. هر نوع صفت کمال دیگر را هم همین کبریاییت در بر دارد. از این قبیل صفت دیگه پروردگار می باشد قیوم بودن، قیومیت. هو الحی القیوم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. قوام میتونه بنده باشه، الرجال قوامون علی النساء. میتونه یک نفر قیم باشه، لیکن بنده قیوم شده نمیتونه. قیوم ایره علی قاری بهلوی رحمه الله میفرماید که قیوم از قدیم معتبرتر، برتر می باشه، وسیعتر می باشه قیومیت. چرا؟ به خاطری که قیوم یعنی چه؟ خود معنی قیوم یعنی به ذات خود قائم، در قیام خود به کس محتاج نه و برپادارنده امور دیگران. دیگران امور از همه به وسیله پروردگار او برپا میشه. اگر ذات او عالم می باشه، اگر صفات عالم می باشه، هر چیز عالم او برپایی از او به وسیله پروردگار. پس همونطور چیزی که همونطور ذاتی که او خود از او قائم به ذات خود، در قیام خود، در وجود خود، در ذات خود به کسی محتاج نه، در صفات و اسما و افعال و حکم خود به کسی محتاج نه و علاوه بر او تنهایی نه، علاوه بر او دیگر کس در وجود خود و برپایی خود محتاج به او برپادارنده امور دیگران. این دوتا که اون دیگر جمع بشه او میشه قیوم. بنده کجایی که بتونگی باشه؟ بعضی ها بالکل قیم هم شده نمیتونه. بچه خورد کجا قیم میشه؟ دیوانه کجا قیم میشه؟ بعضی باز قوام هست، امور دیگری را برپا میکنه. یعنی نفقه زن به عهده کی؟ شوهر. همین تمام امور خود زن شوهر ادا میکنه. نسبت به خواهر به این ترتیب، نسبت به مادر، کسی که به تحت عیال او باشه این میشه قوام علیه، بر او قوامه. پس اما قیوم که این دو صفت، این دو چیز باشه، خود از او به ذات خود قائم و برپادارنده امور دیگران، این در بنده موجود نمیشه. یعنی چه؟ یعنی ازلیت و ابدیت و سرمدیت. پس معنای قیوم یعنی ازلیون، ابدیون، سرمدیون. گاهی اوقات نسبت به خدا گفته میشه ابدی خدا، ازلی خدا، سرمدی خدا. یعنی اون معنای قیوم بودن خدا، الحی القیوم. پس کسی که نسبت به یک بنده که فناپذیره میموره، عزت و ذلت او به ید پروردگاره، حیثیت او، تمام امور او به ید پروردگار میباشه، نسبت به این باز بگیم قیوم. یا بالکل جرم کلام، بالکل گناه بزرگه. بعضی با توجیهات میکنه که در فلان کتابی در گفته، فلان کتاب. خب ما هم از علی قاری بهلوی رحمه الله بیان کرده و امام اهل سنت مجدد قرن 14 میفرمایه که قیومیت فقط صفت مختص به خداوند تبارک و تعالی. پس او برادرهایی که یک کمک نسبت به پیرهای خود خو و مرشدین خود خو از غلو کار میگیره باید متوجه گپ باشه. تعبیلات و توجیهات بی‌معنا بالکل نشه. حتی پیغمبر خدا علیه السلام که نسبت به ایشان فرموده شده وانسب الیه ما شئت من شرفین، هر شرافت به پیغمبر میتونی نسبت بکنی. میفرماید لا تطرونی کما اطرت الیهود و النصارى. و ما اینطور غلو نکنید دیگه. ما یک سید ولد آدم، ما یک خاتم الانبیاء و المرسلین، نسبت به ما غلو نکنید. چنانچه که نصرانی ها و یهودی ها
نسبت به پیغمبرهای خود غلو کردن. همین غلو سبب میشه ای که از جاده اصلی نفر بزنه بیرون، از جاده مستقیم شریعت بزنه بیرون. چی به ای که از جاده اهل سنت، جاده اهل سنت خب بگذار کنار، که از جاده شریعت میزنه بیرون. پس باید مواظب باشه. علاوه بر از او گفتیم همون غلبه هم خیلی صفتهای دیگه که در قرآن عظیم و شان نسبت به پروردگار ثابت. علامت او چیه؟ صفت ذاتی، همین که به ضد او متصف نشه. این صفت ذاتی پروردگار، ضد او رسایی میکنه. آیا قرآن به این متصف شده میتونه یا نه؟ نمیشد، او میشه صفت ذاتی پروردگار که خداوند تبارک و تعالی در قرآن عظیم و شان پیغمبر خدا علیه السلام در احادیث مبارک خود بیان فرموده صفتهای ذاتی او تعالی نه و به همین دیگه صفتهای ذاتی بس میکنیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. روح فنا میشود یا غیر؟ کل شیء هالک الا وجهه. اینطوریه که بدن او بمره، روح باز برای همیش باقی باشه. نه، روح انسان تا یک وقتی هست تعلق دارد با بدن، بعد از اینکه از بدن هم بیرون بشه تعلق دارد، لیکن با قرب قیامت همگی فانی میشه. فرق بین صمدیت و غنا چیست؟ بیان کردیم. غنا یا غنی که میگیم، غنا همو مصدر و مشتق منه غنیه، او تقریبا مثل که لازمی بگیریم، لازمی. هرچی که صمدیت متعدیه، مرکبه ای که از هر چیز بی نیاز و هر چیز دیگه به اون نیازمند. غنا او صفت ذاتی لازمی پروردگار می باشه. گفتیم بعضی برادرها همینطور به کمک مغالطه مواجه میشن. همین مکتوبات امام ربانی را هم دیدیم، مظهری را هم دیدیم، تفسیر مظهری هم میگیم اینا. به اون طوری که بعضی برادرای صوفی نسبت به پیر خود کو ذکر میکنه، همونطور که امام ربانی هم نفرمودن. قیومیت مجازی، وجود ما و شما مجازی، یعنی هو الحقیقت و کل ما سواه مجاز. گفتیم قیم میتونه باشه، قوام میتونه باشه، اما قیوم فقط مختص به ذات پروردگار. جناب حضرت علامه احمد علی سارنپوری رحمه الله در حواشی بخاری هم فرماید قیوم صفت مختص پروردگار. این چیزی که حضرات علمای دیگه بیان کردن او را قیومیت مجازی میگن، لیکن به این ترتیبی که بگیم قیوم زمان فلان فلان، این بالکل در شریعت گنجایش نداره، حرامه. حالا هرچه محبت داشته باشی با پیر محبت داشته باش، ولیکن به اون اندازه و درجه. حکم دعاخوانی چیست؟ دعاخوانی ثابت، پیغمبر خدا علیه السلام برخیشتن دعا خواندن، در حدیث بخاری شریف اینا هست. حضرت عایشه صدیقه بر پیغمبر خدا دعا خواندن، پیغمبر خدا بر دیگران دعا خواندن، لیکن دعایی که از حدیث و آیه به اون طرفدار نباشه، طلسم نباشه به اسم دعاخوانی، جادوگری نباشه به اسم دعاخوانی، بازی دادن مردم و فریبکاری نباشه به اسم دعاخوانی. حالا که هندوها هم به حیرات ما و شما دعاخوانی میکنن، کافر زیگو دعا زیگو، بغیر از طلسمات، بغیر از جادوگری دیگه چیزی نمی باشه. از رفتن پیش اینا باید خودداری باشه. و چی برسه به که زنها را پیش از اینا ببریم و بعض امورات دیگر. دعا در رابطه به هر درد وجود دارد یا غیر؟ اصلا دعا در رابطه به هر درد هست. و یک تجربیات حضرات صلاحای امت می باشه که دعاهای قرآنی از جناب حضرت حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمه الله، شفا الاسقام از جناب حضرت مولانا سربازی صاحب رحمه الله، کوحل یوم عاشورا، سرمه زدن به روز عاشورا خوب نیست. ها توسعه یعنی بر اهل و عیال، سفیان ثوری انشاءالله رحمه الله اینا میفرمایند توسعه بر اهل و عیال در روز عاشورا، در شب عاشورا خیلی خوب. و این میفرماید تجربه کردم من. تجربه چیزه که هر کسی که در این روز عاشورا، شب عاشورا بر اهل و فامیل خود توسعه بیاره، یک نان بهتر و دیگه احتیار بکنه، میوه بهتر باشه،
تا به آخر سال همو وسعت خداوند به او نصیب میکنه. یس اما کل و این چیزا مکروه هم، زیرا یزیدی ها همینطور نسبت به اونا میشه که همین کار کردن. این سوال پیشتر شده بود، دکتر صاحب هم جواب داده بودم که بعضی میگن که همین اتم و الکترون و این چیزها این خود با خود به وجود میاد، خود با خود نیست میشه. دکتر صاحب دوره که همون تجربیات و همون علوم از اونا چی میکرد، گفتن که بالکلی گفته صحیح نیه، از لحاظ اندیشمندان این صحیح نیه که خود با خود به وجود بیاد، خود با خود هم از بین بره. او ظاهرا ما میگیم نفر مرد، لیکن کی میراند؟ حالا خود با خود این برمیگرده به یک نظریه دیگه. او قائل به که یک چیز خود با خود میره، خود با خود میاد، لیکن کی میبره؟ پشت سر رفتن کی هست؟ او مهمه. همونطوری که وجود خدا میبخشه به الکترون و پروتون، همونطور معدوم شدن از جانب پروردگار. مردن ما و شما اینطوری که خود نفر خود با خود بمیره. ظاهرا مرد، خود با خود مرد. چیکار شد؟ چی نشد؟ خود مرد. خود نمیمیره، میراننده هست. یعنی وجود عارضی را از او میگیره، وجود عارضی را از اتم میگیره یا از خود اما الکترون و پروتون میگیره. انفجار و دیگه هم ما پیشتر بیان کردیم که این درسایی که سابقا تیر شده، بعضی برادران که نو آمدن شاید همون درسا رو بگیرن، میتونن بیشتر متوجه بشن انشالله. و یک چیز هست که منفجر باشه، یعنی همون گپ بسر همونه که همون را چه کس پیدا کرد.